در نتیجه چیکار میکنم؟ در نتیجه باشون روبرو نمیشم و اینا میرن اون پایین و انقدر جمع میشن و انباشته میشن تا به صورت غیر معمول میان خودشون رو نشون میدن. چجوری؟ مثل همون عصبانیتی که گفتی. آره. یعنی یه جا میزنه بیرون که اصلا من واقعا فکر میکنم که دقیقا همونجوری که میگی یه جا میزنه بیرون که اصلا نباید ریاکشن رو داشته باشی دیگه. یعنی تو اگر منطقی به حالت منطقی اون ریاکشن رو نشون میدادی اینجوری نمیشد و اون ناراحتی های اطرافت هم پیش نمی اومد. خب و خودت هم انقدر از بین نمیرفتی. ما همچنان خودمون رو نشناختیم، یعنی احساسات درونمون رو چه حسی داریم. به نظرم خیلی ملاحظه دیگران رو میکرد. دیگران باید تو رو اونجوری که هستی بشناسن. و این توی یا مقصر بقیه نیستن اتفاقا. ولی خب ارتباطات رو تقریبا خودمون میسازیم دیگه. یعنی حد و مرزا رو خودمون به آدم‌ها نشون میدیم. مثلا یکی بود همیشه میگفتش که خیلی همش ملاحظه دیگران رو میکرد. اینقدر ملاحظه دیگران میکرد که خودش همش توی عذاب بود. بعد بهش گفتم دلیلی نداره تو اینقدر ملاحظه دیگران رو میکنی. یه آدمی بخواد تو رو بخواد، تو رو با خصلت‌های اصلیت میخواد دیگه. الان خشمگینی، الان خسته‌ای، الان خوشحالی، الان دلیل نداره همیشه خوشحال باشی. یه جا ناراحتی. به نظرم ارتباط با آدم‌ها سخت‌ترین کار نیست. الان مثلا من و شما با هم یه ارتباطی داریم. شما با یه نفر مثلا دلت. اینکه تو چه جوری تنظیم کنی، که چی کار باید بکنی خیلی مهمه. ببین من یه جایی یاد گرفتم، چون من خیلی ارتباط با آدم‌ها رو دوست دارم کلا. خب کلا آدمیم که معاشرتی‌ام. یه جایی خیلی داشتم فرسوده می‌شدم از ارتباط با آدم‌ها و از طرفی هم نمیتونستم باهاشون در ارتباط نباشم، چون داشتم افسرده می‌شدم. ترجیح دادم که به قول تو یه ذره بین بندازم اون وسطه ببینم اشکال کار کجاست. خب بعد نگاه کردم دیدم که من توی ارتباطم با آدم‌ها هیچ حد و مرزی ندارم. یعنی حد و مرز رفاقت با آدم‌ها برای من ناشناخته است. من همینطوری فقط رفاقت میکنم و نشون نمیدم که خب الان اینجا این خط قرمز منه و تو به عنوان یک رفیق نباید وارد خط قرمز من بشی. خب این خیلی مهمه. یعنی ما چرا فرسوده میشیم؟ به نظرم این که حد و مرز رو برای آدم روبرومون مشخص نمی‌کنیم. من حالا باز فکر می‌کنم این اواخر متوجه شدم که یه جاهایی تو خودت مرزو باز میذاری و بعد میفهمی اچ اشتباهی کردم. آره دیگه. دقیقاً. یا مثلا اچ اشتباهی کردم که اون رو وارد این مرز خصوصی خودم کردم. دقیقاً همینه. و بعضی واقعاً اون سری داشتم به یکی از دوستانم گفتم بعضیا ما میتونیم با همه آدم‌ها صمیمی بشیم، ولی صمیمیت برای یه آدم اگر روی یه نمودار در نظر بگیری، خب اگه از 0 تا 10 در نظر بگیری، بعضیا صمیمیتشون 2 تا بیشتر نیست. یعنی تو نمیتونی چه بخوای چه نخوای روی محور صمیمیت باهاشون روی نقطه 10 وایسی. یعنی باید روی نقطه 2 وایسی و اینو بپذیری که این آدم 2 روی محور و تو نمیتونی جلوتر از این 2 بری. خب به خاطر همین وقتی پاتو میذاری روی نقطه 3 همه چی به هم میریزه. آره دقیقاً. خیلی موافقم. اینا جزئی از شبانیت اینا بذار یا آخرش حالشون خراب خاک بر سرش کنن. اینا خیلی خوبه. خلاصه که من خیلی خودم هم خیلی چیز کشیدم، ناراحتی کشیدم توی ارتباطاتم تا فهمیدم که ببین زینب آدم تا توشم نره نمیفهمه. آره دیدی؟ وقتی داخلش میری، وقتی از اون آدم توقع نداری که مثلا اون کار رو انجام بده، یا بعد اصلا توقعت هم شاید بی خود باشه. آره تو یک ذهنیتی راجع به یک ارتباط برای خودت داری و فکر می‌کنی که اون آدم باید همون باشه که من فکر می‌کنم.
و این کار واقعا به هم میریزه و هرچند ببین شاید گفتنش یه مقداری راحت باشه ولی تو عمل آدم واقعا از بعضی توقع نداره. احمق. من عقده‌ایم. اینو حتما بذار اگر پیج تو میبینه پولشو بده. پول بچه خوردن نداره. پول بچه میخوری؟ شرخر که بگیرم بیا در خونتون. میکنم بچه های کارگار باید ماری کافیه. یعنی من با 3 جلسه 4 جلسه ماری رو شناختم. قشنگ کافیه. آفرین. قشنگ میره حقو میگیره میاد. بهش شوفودی با هم ماری. تمام. نداد دیگه پول رو نتونست باک برسه. میشم یه گوشه پشت. حسافت پولمو خورد. دیدی به خودم پشت. باک بر سر من که به تو. اینقدر که سعی کردم که با این گفتن خودم رو مثلا آروم کنم که مسئله حل نمیشه که با گفتنه که مثلا بیا زینب خیلی در ارتباطات پادکست رو اینجا ضبط کن. چه شکلی پارتنر رو به شوهر تبدیل کنی. خدا اشتباه کردم سرمایه گذاری خوبی نکردم. البته من موقع به سرمایه گذاری فکر نمی‌کردم. فکر می‌کردم که خب من این آدمو دوست دارم و میتونم که بهش کمک کنم. کمک میخواد و میتونم بهش کمک کنم. میخوام دوست نداشته باشم. الان میخوام 100 سال دوست نداشته باشم اینو پولم آره. الان به این نتیجه رسیده. بعد پول همه چی. پول مادر پدر نمیشناسه دوستان.